توی این ویدیو میخوام از تجربیات شخصی خودم براتون بگم. داستان تکراری اول صبح و قیافه‌های اخمو خواب‌آلود اطرافیان. شاید همه فکر کنن خب این طبیعیه و کسی که اول صبح شاده غیر طبیعیه. اگه یه روز که ساعتت زنگ خورد و با انگیزه از خواب بیدار بشی و با لبخند اول توی آینه از دیدن خودت کیف کنی و بعد با روی خوش به دیگران سلام بدی، چطوره؟ به نظر اکثر افراد توی جامعه امروز این یه داستان غیر واقعی محسوب میشه. اما من با تمرینای خاصی به این مرحله رسیدم و سعی کردم با یه آهنگ شاد یا چند تا شوخی به دیگران هم این انرژی رو انتقال بدم. واو! ولی نکته عجیب اینه که اول با گوش دادن آهنگ مقاومت میکنن و بعد که بیدار شدن میخوان وقایع و اتفاقات تلخ جامعه رو با غر زدن برام تعریف کنن. ولی من میدونم که مغز داره کار طبیعی خودش رو انجام میده و برنامه‌مو طوری تنظیم کردم که 1-2 ساعت زودتر از بقیه بیدار بشم و از تایم طلایی اول صبح هم کمال استفاده رو بکنم. توی این ویدیو میخوام یه تمرین ساده ولی کاربردی برات معرفی کنم تا شما هم به بیداری با انگیزه و شاد اول صبح برسی. اول میایم دلیل قیافه اخمو و خواب‌آلود اول صبح رو پیدا میکنیم. اکثر افراد صبحها که از خواب پا میشن اولین چیزی که میاد تو ذهنشون مشکلاتشونه. مشکلاتی که به یه سری خاطره و آدم و چیزای خاص وصلن. ذهن تو انگار یه ضبط صوت قدیمیه که هر روز همون نوار رو هی پلی میکنه. اگه ذهنت یه نوار کاست قدیمی باشه، خب معلومه وقتی روزت رو شروع میکنی داری تو گذشته زندگی میکنی. هر خاطره یه حس با خودش داره و این حس ها نتیجه مستقیم تجربه های گذشته است. به محض اینکه خاطرات مشکلاتت رو مرور میکنی، ناخودآگاه ناراحت میشی، غمگین میشی. اینکه چطور فکر میکنی و چه حسی داری، حالت کلیت رو میسازه، یعنی شخصیتت رو شکل میده. حالا اگه اول روزت کاملا تحت تاثیر گذشته باشه، دیگه نمیشه ازش انتظار داشت آینده‌ت چیزی غیر از گذشتت باشه. مثلا یه چیزی دیروز اتفاق افتاده که عصبانیت کرده. امروز صبح بیدار میشی بهش فکر میکنی و دوباره عصبانی میشی. اگه اینو 2 روز تکرار کنی همه فکر میکنن روز بدی داشتی. یه هفته این کار رو ادامه بدی میگن بد اخلاقی. اگه بیشتر از این طول بکشه دیگه عصبانیت بخشی از شخصیتت میشه. آخرش به عنوان یه آدم همیشه عصبانی شناخته میشی. خب حالا میبینید چطور افکارت میتونن سرنوشت تو بسازن؟ اگه مدام تو گذشته بچرخی داری همون زندگی رو ایجاد میکنی که اصلاً ازش خوشت نمیاد. این روند معمولاً اینجوری شروع میشه. صبح که بیدار میشی گوشیتو برمیداری. این اینستاگرامتو چک میکنی، پیام‌های واتساپتو میخونی، چند تا ایمیل یا پیامتو نگاه میکنی. بعد میری سراغ اخبار و حالا احساس میکنی که به همه ی چیزهای آشنای زندگیت دوباره وصل شدی. بعد میری سراغ یه سری کارهای روتین. از همون سمت همیشگی که از تخت بلند میشدی بلند میشی و میری دستشویی. چای تو توی لیوان مورد علاقت میخوری، دوش میگیری، لباستو میپوشی و همون مسیر همیشگی رو برای رفتن به محل کار طی میکنی. آخرش میرسی به محل کار و همون آدمایی رو میبینی که همون حسای همیشگی رو برات زنده میکنن. وقتی کارای روزانه تموم میشه سریع برمیگردی خونه که فردا دوباره همون کارای تکراری رو شروع کنی. این میشه روال زندگیت و این روال مثل یک برنامه کامپیوتری میمونه که حالا تو اراده آزاد تو به اون سپردی. دیگه تو نیستی که زندگی تو کنترل میکنی بلکه این برنامه ناخودآگاهته که همه چیز رو میچرخونه. وقتی به 35 سالگی میرسین 95% از وجودت تبدیل میشه به یه سری رفتارهای حفظ شده، واکنش‌های احساسی، عادت‌های ناخودآگاه، طرز فکرای ثابت، باورها و برداشت‌هایی که مثل یک برنامه از پیش تعیین شده کار میکنن. حالا تو به اون 5% ذهن آگاهت میگی میخوام سالمتر باشم، میخوام خوشحال باشم، میخوام آزاد باشم، ولی بدن و ذهن ناخودآگاهت مسیر خودشو میره. این یعنی داری 5% ذهن آگاهت رو مقابل 95% ناخودآگاهت میذاری.
درست مثل اینه که یه آدم لاغر معمولی بخواد با یه قهرمان المپیک تو وزنه برداری رقابت کنه. معلومه که نمیشه. طبیعیه که نمیتونی تغییر ایجاد کنی و دوباره به همون برنامه قبلی برمیگردی و همون زندگی تکراری رو میسازی. خب حالا چی کار میشه کرد؟ باید از سد ذهن تحلیلی عبور کنی. چون اون چیزیه که ذهن آگاه رو از ذهن ناخودآگاه جدا میکنه و اینجا جاییه که حلال مشکلات تو مدیتیشن وارد بازی میشه. با مدیتیشن میتونی یاد بگیری که امواج مغزت رو تغییر بدی و اونا رو کنترش کنی. وقتی این کار رو درست انجام بدی میتونی وارد سیستم عامل ذهنت بشی و تغییرات اساسی رو شروع کنی. قبل از ادامه برنامه اگه میخوای تو زندگی فرد موفقی باشی و همه اطرافیان تو رو به عنوان الگوشون مثال بزنن، پس این کانال مختص خودته. به چنل فرکانس بی نهایت خوش اومدید. بیشتر آدما منتظر یه بحران، یه تروما یا یه اتفاق میمونن تا تغییر کنن. اما جو دیسپنزا میگه چرا منتظر بمونیم؟ میتونیم توی درد و رنج یاد بگیریم و تغییر کنیم یا توی شادی و الهام بخشی این کار رو انجام بدیم. بیشتر مردم 70% از عمرشون رو توی حالت جنگ بقا زندگی میکنن. میدونی جنگ بقا یعنی چی؟ یعنی توی استرس زندگی میکنن و همیشه بدترین سناریو رو بر اساس تجربیات گذشته تصور میکنن. در واقع از بین بی نهایت احتمال اونا بدترین گزینه رو انتخاب میکنن. مثل این میمونه که یه منوی غذا جلوت باشه که ته نداره و تو بدترین گزینه رو برداری. هر بار که اتفاق منفی رو یادآوری میکنی، مغز و بدنت همون مواد شیمیایی رو تولید میکنه، انگار که اون اتفاق دوباره رخ داده. تو همون سیگنال های احساسی رو به بدنت میفرستی. در واقع بدن تو همون ذهن ناخودآگاهته. از یه نظر بدن نمیتونه فرق بین گذشته و حال و تشخیص بده. بدن فکر میکنه که اون اتفاق دقیقاً همین الان دوباره داره میفته. بیشتر مردم با فکر کردن مداوم به احساسات منفی همون حالت رو بارها و بارها برای خودشون بازسازی میکنن. وقتی نوبت به رها کردن اون احساسات منفی میرسه میگن من واقعاً میخوام تغییر کنم، ولی میدونی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که فقط گفتن این حرف کافی نیست. باید دست به عمل بزنی. اینو یادت باشه، بدن از ذهن قوی تره. این مشکل اصلیه. بدن سالها به این عادت کرده که تو حسای منفی مثل گناه یا رنج داشته باشی. یه زمان بدن فرمان بردار بود، ولی حالا شده رئیس. داره بازی در میاره. وقتی تصمیم میگیری تغییر کنی و وارد یه ناشناخته بشی، بدن شروع میکنه به مقاومت. ترجیح میده تو حسای قدیمی و آشنا بمونی. چون پیشبینیشون راحت تره. ناشناخته ها واسه بدن یک جور منطقه خطره. مثلا ورود به ناشناخته ها مثل اینه که بخوای از یه رودخونه عمیق رد بشی. بدن میدونه اگه موفق بشی به اون طرف برسی دیگه کارش تمومه. برای همین تمام تلاششو میکنه که نذاره رد شی. اینم دلیلشه که وقتی میخوای مدیتیشن کنی یه دفعه دماغت میخوره یا یه کار مهم یادت میفته یا خاطره ای از سالها پیش توی ذهن ظاهر میشه که اصلاً تو مخیلت هم نبوده. بدن داره بهت میگه بی خیال شو، برگردیم به همون زندگی قبلی. بدن یه عالمه ترفند داره و از همه‌شون هم استفاده میکنه تا جلوتو بگیره. ولی حقیقت اینه که ناشناخته جاییه که آیندت اونجاست و راحت ترین راه ورود به ناشناخته مدیتیشنه. تو مدیتیشن وقتی ذهنت آروم میشه میتونی شروع کنی آیندت رو طراحی کنی. فکر کن که میخوای چه زندگی داشته باشی؟ چه رفتارهایی رو میخوای نشون بدی؟ دوست داری چه جور آدمی باشی؟ وقتی چشمتو میبندی و آیندت رو تصور میکنی داری نرم افزارهای زندگی جدیدت رو روی خودت نصب میکنی. اینجاست که مغزت دیگه اسیر گذشته نیست و میشه نقشه بردار آیندت. اگه این کار رو مرتب ادامه بدی به مرور شروع میکنی مثل یک آدم خوشحال زندگی کردن.
چالش اصلی اینه که به بدنت یاد بدی قبل از اینکه اون تجربه واقعی اتفاق بیفته حس کنه آینده چطور میخواد باشه. فقط تصور کردن کافی نیست. باید با تمام وجودت اون حس رو تجربه کنی. اگه فکرها زبان مغز باشن، احساسات زبان بدنت هستند. حالا گوش کن ببین چجوری میشه حرفا رو راحت تر زد. احساسات و عواطف زبان بدن هستن. برای اینکه بفهمی ذهنت چی میگه، اگه چیزی حس نمی کنی یعنی هنوز سیگنال به بدنت نرسیده. انگار اینترنت مودمت وصله ولی چون وایفای گوشیت خاموشه نمیتونی وصل شی. حالا وقتی شروع میکنی حس کردن اون چیزی که تو ذهنت هست، انگار به اینترنت وصل شدی و داری آیندت رو دانلود میکنی. از این مفهوم چی میفهمیم؟ اینکه لازم نیست صبر کنی موفق بشی تا حس موفق بودن رو داشته باشی. نیاز نیست منتظر بمونی پولدار شی تا حس فراوانی کنی. یا عشق رو فقط توی رابطه جدید حس کنی. تو مدل کوانتومی واقعیت وقتی شروع میکنی حس فراوانی و ارزشمند بودن کردن، همون لحظه داری ثروت رو تولید میکنی. وقتی حسش کنی یعنی داری به سمت آینده خودت حرکت میکنی. دیگه قربانی نمیشی که بگی من اینطوریم چون فلانی این کارو باهام کرد یا اون اتفاق برام افتاد. تو میشی خالق آینده خودت. مشکل اینجاست که خیلیا بدون اینکه خودشون بدونن گرفتار فکرای منفی گذشته شونن. اما یه چیزی رو باید بدونی، فقط چون یه فکر میاد تو ذهنت دلیل نمیشه که حقیقت باشه یا اینکه باید بهش عمل کنی. میدونی روزی چند تا فکر از ذهنت میگذره؟ اگه بگم دود از کلت بلند میشه. روزی بین 60 تا 70 هزار تا فکر میاد تو ذهنت و جالب اینجاست که 90% همون فکراست که دیروز داشتی. اگه این فکرها رو دستکاری نکنی، زندگیت خیلی تغییر نمیکنه، چون همون فکر باعث همون انتخاب میشه، انتخابت باعث همون رفتار میشه و رفتارت هم همون تجربه رو میسازه. آخر سرم دوباره همون احساسات قبلی رو داری. اینجاست که مدیتیشن وارد میشه. مدیتیشن کمک میکنه بفهمی چطور فکر میکنی، چجوری رفتار میکنی و چه احساسی داری. هرچی آگاهتر باشی کمتر اجازه میدی افکار منفی از دست در برن. اصلاً خود کلمه مدیتیشن یعنی آشنا شدن. وقتی با افکار و رفتارها و احساسات قدیمیت آشنا بشی، دیگه نمیذاری روی تو تأثیر بذارن. به جا شروع میکنی افکار جدید رو بسازی و بدنت رو برای یه احساس جدید آماده کنی. اگه این کار رو ادامه بدی، اون حالت جدید برات عادی میشه. خلق یه خود جدید مثل درست کردن یه باغ جدیده. اول باید علفای هرز رو بکنی، سنگا رو برداری، خاک رو آماده کنی. بعدش تازه میتونی شروع به کاشتن کنی. مدیتیشن هم دقیقاً همینه. داری باغت رو آماده میکنی. خب کی گفته که این کار آسونیه؟ تمرین نشستن و مدیتیشن دادن به بدن مثل اینه که بخوای یه سگ وحشی رو آموزش بدی. بهش میگی بشین اینجا و صبر کن، ولی فرار میکنه. و تو هم مجبوری بگیریش و دوباره برش گردونی. دوباره فرار میکنه و تو باز هم همین کار رو تکرار میکنی. لحظه‌ای که شروع به مدیتیشن میکنی، بدن شروع میکنه به اعتراض کردن. مثلا بهت میگه هی ساعت 8 صبح. معمولاً این موقع پیاماتو میخوندی و یه کمی عصبی میشدی. ولی حالا فقط نشستی و هیچ کاری نمیکنی؟ چی شده؟ واسه سالها این وقت روز با هم یه مدل رفتار داشتیم. حالا یهو میخوای تغییرش بدی؟ پس بدن شروع میکنه به فرستادن سیگنال‌های مختلف. بدن در واقع دنبال اون حس شیمیایی آشناییه که همیشه تجربه میکرده، حتی اگه این حس منفی باشه. هر بار که متوجه میشی بدن داره چی کار میکنه و حواستو به لحظه حال برمیگردونی، در واقع داری به بدنت میگی دیگه رئیس من تو نیستی، من خودم رئیس خودمم. و هر بار که این کارو تکرار میکنی، ارادت قوی تر از اون برنامه‌های تکراری قدیمی میشه. وقتی این کارو بارها و بارها انجام بدی، دیگه بدن تسلیم میشه. یه انرژی آزاد میشه.
تو از حالت گیر کردن تو گذشته میزنی بیرون و تبدیل میشی به یه نسخه آزادتر و سبکتر از خودت. فقط کافیه این کار رو 1 هفته انجام بدی تا تفاوتش رو تو زندگیت حس کنی. کم کم متوجه میشی که دیگه کمتر به رفتارها و عادتهای منفی قدیمی برمیگردی. البته باید این فرایند رو آنقدر ادامه بدی تا اون تصویری که از آیندت میخوای تبدیل بشه به زندگی واقعیت. بیا همین حالا شروع کنیم. هر صبح که چشم باز میکنی یه فرصت تازه داری. فرصتی برای بازنویسی ذهن و ساختن آینده‌ای که همیشه تو ذهنت داشتی. مدیتیشن فقط یه ابزار ساده است، ولی میتونه کلید رهایی از گذشته و ساختن آینده‌ای باشه که تو واقعاً لایقشی. از همین الان شروع کن. حتی چند دقیقه در روز کافیه. تصور کنی میخوای کی باشی. دلت میخواد چه زندگی داشته باشی. این مسیر شاید زمان ببره، ولی هر قدم کوچیک تو رو به آینده‌ای نزدیکتر میکنه که ازش لذت ببری. یادت باشه تو خالق زندگی خودت هستی. فقط کافیه به این قدرت اعتماد کنی و حرکت کنی. حالا نفس عمیق بکش و چشاتو ببند و بذار امروز بشه اولین روز از یه زندگی جدید. توی این مدیتیشن 5 تا حستو درگیر کن برای اون چیزی که تو آینده میخوای ببینی. یادت باشه تو فقط یه ویدیو نمیبینی، داری به همونی تبدیل میشی که همیشه قرار بوده باشی. پس تو ویدیوی بعدی میبینمت. پیروز و سلامت و سربلند باشی.